سلام، هوریه هستم. به کی دراما ایندیگو خوش اومدی. گزینه سابسکرایب کانال رو بزن تا بریم برای معرفی سریال ستاره های دنباله‌دار. سریال ستاره های دنباله‌دار در ژانرهای کمدی، عاشقانه و درام محصول شبکه TVN کره جنوبیه و در 16 قسمت از آپریل تا جون 2022 پخش شد. بازیگران اصلی این سریال لی سونگ کیونگ، کیم یونگ ده، یون جونگ هون، کیم یون هه، پارک سوجین، لی جونگ شین و لی سونگ هیوب هستند. همچنین امتیاز این سریال در IMDb 7.6 از 10 ثبت شده. داستان سریال درباره اتفاقات پشت صحنه صنعت سرگرمیه، جایی که او هان بیول به عنوان مدیر بخش روابط عمومی در کنار گونگ تسونگ که ستاره بی عیب و نقص و محبوب مردمه کار میکنه. هان بیول با مهارت‌های بالای خودش در مدیریت بحران و ارتباط با بقیه هنرمندها رو مدیریت میکنه. هماهنگی کارها، کنترل اخبار و همه چیزهای مربوط به هنرمندها به عهده بخش روابط عمومیه. گونگ تسونگ یه سوپر استار محبوبه که به لبخند مثل فرشته و شخصیت مؤدبش معروفه. اون روحیه رقابتی داره و خیلی زود ناامید میشه. هان بیول و تسونگ از دوران دانشجویی همدیگر رو میشناسن، اما همیشه در حال دعوا کردن با همدیگن، ولی کم کم به هم علاقمند میشن و ستاره های دنباله‌دار یه سریال دلنشین و دوست داشتنیه که امیدوارم از دیدنش لذت ببری و نظرتو به هم بگی. در آخر اگر معرفی این سریال رو دوست داشتی ویدیو رو لایک کن و کانال منو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.